سلام دوستان، امروز به بررسی نکات تئوری قطعی سپارلینگ اسپلشز اند اسموت واتر مربوط به گرید 2 ایویل استم سال 2025-26 میپردازیم. با ما همراه باشید. تایم سیگنچر یا میزان نمای ما در این قطعه 8 هست که معرف 2 ضرب ترکیبی و 1 ضرب ساده در هر میزانه. همچنین در ابتدای قطعه کلمه بیواچر رو میبینیم به معنی لایولی و معرف تمپوی قطعه هستش. علامت سنزا پدال به این معناست که در این قسمت لازم هست قطعه رو بدون پدال اجرا بکنیم. روی نوت‌های دست راست علامت استکاتو رو می‌بینیم که لازم هست نوت به صورت کاملا مقطع اجرا بشه. همچنین روی نوت دست چپ علامت استکاتو و اکسنت مارک رو می‌بینیم که علاوه بر این که نوت ما باید به صورت مقطع اجرا بشه، لازم هست با کمی تاکید نواخته بشه. علامت کن پدال به این معنا هستش که از اینجای قطعه لازم هست پدالگیری انجام بشه. همچنین کمان اتصال یا خطوط لگاتو رو بالای نوت‌های دست راست و چپ می‌بینیم که لازم هست صدای نوت‌ها کاملا لگاتو و پیوسته باشه. علامت متسو پیانو به معنای صدای نیمه ملایم، علامت پوکو ریتارداندو به معنای این هستش که ما باید سرعت رو به تدریج کاهش بدیم و همچنین علامت متسو فورته به معنی صدای نیمه قوی هستش. علامت کرشندو رو می‌بینیم که لازم هست صدا به تدریج افزایش پیدا کنه. علامت اتمپو به این معناست که بعد از کاهش تدریجی سرعت لازم هست به سرعت اولیه و قبلیمون در قطعه برگردیم. علامت فرماتا در میزان آخر به این معناست که لازم هست بیشتر از ارزش زمانی واقعی نوت برای نوت بمونیم و اون رو بنوازیم.